سرخط خبرهای مهمترین: نظامیان تاجیک استفاده هواپیمای بی سرنشین را تمرین کردند. تحقیق مرگ یک دختر 23 ساله در درواز و انداز نو برای سوزشواری در تاجیکستان به نرخ تاثیر می‌رساند. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 15 اپریل سال 2026 است. مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند که در یک رزمایش نظامی از پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین وسیع استفاده کردند. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داده است که رزمایش نظامی همکاری 2026 با استفاده وسیع دستگاه‌های پرواز کننده بی سرنشین در شرایط کهسار برگزار گردید. این رزمایش از 6 تا 10 اپریل در مشق‌های حرب میدان ولایت ختلان گذشت و در آن راه‌های نابود کردن گروه‌های سلاح به دست سرحد شکن در شرایط کهسار را تمرین کردند. در گزارش رسمی وزارت مدافع آمده است در این تمرین هواپیماهای بی سرنشین برای معلوم کردن مکان دشمن شرطی و رزمایشگاه هوایی استفاده شدند. معلوم نیست که این هواپیماهای بی سرنشین از کدام نماد هستند. سال گذشته مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در یک عملیات بر ضد قاچاقبران افغانستانی از هواپیماهای بی سرنشین استفاده شده است. گزارش‌ها از خرید هواپیماهای بی سرنشین برای ارتش تاجیکستان سالهای گذشته نیز صدا داده بود، اما مقامات تاجیکستان هیچگاه این خبرها را رسما تصدیق یا رد نکردند. از جمله سال 2022 یک منصبدار قرقیزستان گفته بود که با وجود مخالفت این کشور، ترکیه چند هواپیمای بی سرنشین بیرقدار را به تاجیکستان داده است. سال 2024 تاجیکستان و ترکیه سازشنامه را امضا کردند که بر اساس آن دوشنبه میتواند از کارخانه‌های ترکیه تجهیزات نظامی از جمله دستگاه‌های بی سرنشین خریداری کند. رسانه‌های ایران در ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بی سرنشین ابابیل 2 را گشوده است، هرچند درباره این کارخانه دیگر هیچگاه معلومات نشر نشد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی دادستانی کل تاجیکستان به تحقیق مرگ یک دختر 23 ساله در ناحیه درواز شروع کرده است. در حالی که مقامات شرح جزئیات نمی‌دهند، یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات تفتیشات 14 اپریل گفت جسد مهرانه نایب را روز 7 اپریل از ساحل رود 5 یافتند و 3 اپریل برای استراحت از ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و ناحیه درواز رفتن ناپدید شده بود. افزود مصاحب ما. به قبل این منبع در مقامات تفتیشاتی که نامش فاش نمی شود، مهرانه نایب و همراه دوستانش از جمله 2 مأمور دادستانی کل به استراحتگاه چهارچمن درواز رفته بوده است. و افزود کارمندان دادستانی به تفتیشات گفتند که سر مهرانه هنگام تماشای رودخانه پتکونوب چرخ زد و سپس به آب افتاد. هنوز خلاصه دادستانی کل تاجیکستان معلوم نیست. تلاش ما برای یافتن نزدیکان مهرانه نایب و تا این دم بی نتیجه بود. چهارچمن استراحتگاه معروف در ناحیه درواز است. جریان رودخانه پتکونوب در این ناحیه تیز است و از میان استراحتگاه چهارچمن گذشته به دریای 5 می‌پیوندد. پارلمان تاجیکستان سازشنامه را تصویب کرد که بر اساس آن من بعد هنگام وارد کردن سوزشواری به کشور مالیات یا اندازه نفت ستانیده می شود. بر اساس تغییرات به قانون درباره پرداخت‌های حتمی، من بعد در وقت آوردن محصولات نفتی و گاز طبیعی به تاجیکستان پرداخت اکولوژی باید سپرده شود. حجم مبلغ این نوع مالیات معلوم نیست. مقامات تنها گفتند که این مبلغ را وارد کنندگان مال می سپارند، ولی روشن است که تعیین پرداخت اکولوژی برای سوزشواری تا کجا به نرخ این محصولات تاثیر می رساند. فعلا هنگام وارد کردن به تاجیکستان از هر تن محصولات نفتی 70 یورو اندازه عکسی ستانیده می شود. تاجیکستان قریب همه سوزشواری مورد نیازش را از روسیه و قزاقستان می‌آورد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ ممکن است دوام 2 روز آینده در پاکستان از نو برگزار شود. دونالد ترامپ سه‌شنبه 14 مارس به روزنامه نیویورک پست گفت بهتر است همانجا بمانید زیرا ممکن است طی 2 روز آینده اتفاق بیفتد. ترامپ از آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان ستایش کرد که برای این مذاکرات کاری فوق‌العاده انجام می‌دهد. پیشتر گزارش‌های رسانه‌ای شده بود که ممکن است دوره دوم مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ پنجشنبه 16 اپریل در پاکستان برگزار شود، اما این خبر هنوز دقیق نشده است. دور اول این گفتگوها 12 اپریل در اسلام آباد پایتخت پاکستان به دست یافتن به سازش پایان یافته بود. نشست اسلام آباد نخستین دیدار مستقیم میان آمریکا و ایران در بیش از یک دهه اخیر و عالی‌ترین سطح گفتگوها از زمان انقلاب در سال 1979 به شمار می‌رفت. بحران در خاورمیانه روز 28 فوریه با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد.
پس از 40 روز درگیری روز 8 اپریل طرف‌ها با آتش‌بسی 2 هفته‌ای راضی شدند. سوختار در یک بلندآشیانه در شهر آستانه قزاقستان سببگاری هلاک شدن 3 نفر شد. ساکنان میگویند که سوختار نشان‌ها فوراً به جای حادثه رسیدند، اما از سبب بند بودن درآمدگاه بنا نتوانستند سر وقت تا خانه آتش گرفته روند. درآمدگاه بنا از آن سبب بند بود است که یک ساکن ماشینش را آنجا گذاشته بود. این حادثه از جمله نبودن توقفگاه‌ها در بناهای نو و نادرست گذاشتن ماشین واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی قزاقستان به وجود آورد. گزارش تلویزیونی نسلش وریم را همکارم علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. وقتی در این بینای بلندآشیانه در شهر آستانه سوختار سر زد و بانگ خطر صدا داد، بعضی از ساکنان هشدار جدی نگرفتند. در آن لحظه در منزل در آشیانه 15 سوختار ادامه داشت. ساکنان دیرتر بنا را ترک کردند. بسیار دهشتناک بود. من نتوانستم داخل را ثبت کنم. دودی بسیار غفص و سخت بود. من تنها با نیمتنه برآمدم. فقط گربه را گرفتم. از خانه که یک عائله با 3 کودک نابالغ زندگی می‌کردند، دودی غفص می‌برآمد. طبق معلومات ابتدایی، کودکان در پی زهرآلودشوی از گاز کربن به هلاکت رسیدند. مادر آنها زنده ماند، اما زن را با بدن سوخته به شعبه احیا بردند. پزشکان می‌گویند امکان نجات دادن او بسیار کم است. من صدای را شنیدم. صدای زنی که گویا در نزد در بود. آنجا دودی سخت بود و زن در حالت شاک قرار داشت. شاید او در را گشودن نتوانست، زیرا نمیدانم چرا. شاید کلید نداشت یا سبب‌های دیگر بودند. با نقل شاهدان حادثه، آتش‌نشان‌ها بعد از 15 دقیقه آمدند، اما سری وقت نتوانستند به جای سوختار رسند. یکی از ساکنان محلی ماشینش را در نزد درمانگاه حولی بنا گذاشته بود. تقریباً 20 دقیقه وقت صرف شد تا صاحب ماشین را یابند و او نقلیات را از راه گیرد. در محله کارکم 3 سوختار سر شد. در این خیل جای ماندن ماشین منع است. ماشین سوختار نشانی نمیتواند گذرد. ماشین خود را در جای درست گذارید. این مشکلی درینه ساختمان‌های شهر آستانه است. جای برای گذاشتن ماشین‌ها اکثر وقت نمی‌رسند و برای همین ساکنان ماشین‌ها را در راه یا درآمدگاه‌ها می‌گذارند. شاید گمان می‌کنند که یگان حادثه ناخوش روی نمی‌دهد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. از روی این حادثه تفتیش آغاز شده است. برای معین کردن سبب و شرایط سوختار تشخیص تعیین شده است. ساکنان میگویند تا این وقت نمیدانستند که در وقت سوختار چیکار باید کنند. بعضی‌ها در خانه را بسته در نزد تیرزه ایستادند. دیگران نخواستند به بیرون برآیند، زیرا فکر میکردند که آتش تا آنها نمیرسد. ماموران نجات میگویند وضعیت میتوانست هر لحظه تغییر یابد اگر سوختار سر وقت خاموش کرده نمیشد. بینندگان عزیز، آیا در بناهای بلندآشیانه تاجیکستان هم مشکلی توقفگاه وجود دارد؟ می توانید نظرتان را در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حالا بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات را در 15 اپریل در سالهای گذشته فرا میگیرد. اپریل سال 1928 حکومت اتحاد شوروی قرار قبول کرد که بر اساس آن خط عربی تاجیکی به لاتینی تبدیل شد و تا سال 1940 متن و کتاب و نشریه و مطبوعات تاجیکستان با همین خط نشر می شد. بعد سال 1940 در نتیجه یک تغییرات بنیادی دیگر، جمهوری های آسیای مرکزی خط خود را به کریلی تبدیل کردند که تا امروز عمل می کند. دعوت و تلاش ها برای بازگردانی خط فارسی عربی چون میراث ادبی و علمی تاجیک پیوسته رد شده است. 15 اپریل سال 2011 در پی عملیات نظامی که 7 ماه ادامه کرد، یکی از فرماندهان سرکش و خودسری گروه نظامی ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف کشته شد. این عملیات بعد از حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2010 و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراب آغاز یافت. مقامات تاجیکستان مسئولیت حمله کمراب را به دوش ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق مخالفان واگذار نمودند. عبدالله رحیموف سال
1997 шароити созишномаи сулҳи миёни давлат ва мухолифонро напазируфт ва ба Афғонистону Покистон паноҳанда шуд. 15 апрели соли 1878 нависанда ва олими бузург нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон бунёдгузори адабиёти шӯравии тоҷик Садриддин Айнӣ таваллуд шудааст. Садриддин Айнӣ барои ислоҳотхоҳӣ ва ширкаташ дар ҷунбиши ҷадидон дар аҳди амири Бухоро 75 зарбаи чӯб хӯрд ва зиндонӣ гашт. ӯ яке аз шоҳидону нависандагони қавии таърихи халқи тоҷик ва муаллифи даҳҳо асарҳои илмиву бадеӣ дар бораи аморати Бухоро мебошад. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 121 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 943 سامانه ارزش دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 15 اپریل چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، مهلتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و اگر خودتان خبری جالب دارید لطفاً به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.